بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان و قرقیزستان که 12 ایول در ورزشگاه اویاتر دوشنبه برگزار شد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. حساب را امیرجان سفرف بازیگری میزبانان در دقیقه 12 باز کرد، ولی بعد 6 دقیقه کاپیتان مهمانان سلطانبک مامونوف از جریمه 11 متری حساب را برابر نمود. خدایداد اوزاقوف در دقیقه 38 منتخب جوانان تاجیکستان را باز به پیش برآورد. گل دومی مهمانان را ویکتور کلم در دقیقه 56 به هدف رساند. Игра прошла на хорошем уровне. بازی در سطح خوب گذشت. هرچند سینی فوتبالبازان تاجیک از ما خردتر بود، به درجه منتخب ما بازی کردند. ما به دوشنبه برای آن آمدیم که در این بازی دوستانه تا چی اندازه آماده بودن خود را به مسابقات آینده بفهمیم. والری بریزوفسکی سرمربی منتخب جوانان زیر 21 ساله قرقیزستان در نشست خبری ابراز داشت که چنین بازی‌ها برای تحکیم دوستی میان ورزشکاران هر دو کشور همسایه مساعدت خواهد کرد. بازی شوق‌آور گذشت و مخلصانی که به ورزشگاه آمدند از تماشای آن قناعتمند گردیدند. ما کوشش کردیم جریان بازی را تحت نظارت خود بگیریم، ولی این به ما میسر نشد. این اولین بازی رسمی ما بود. عموما من از بازی دستم و نتیجه بازی قناعتمندم، ولی کمبودی‌های زیاد هستند که من بعد بهر اصلاح آنها کار میکنیم. Доволен результатом. Есть, конечно, много ошибок. Будем над ними работать. Кто использует свои моменты, тот выиграет. ویتالی لفچنکا سرمربی منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان به خبرنگاران گفت که نخستین بازی دسته تحت رهبری او بود. Да, забили 4 мяча. Я думаю, болельщикам игра понравилась. در این بازی 4 گل زده شد و باور دارم که بازی به مخلصان پسند آمد. من از عملهای دسته‌ای راضیم، ولی به بازی انفرادی اراده زیاد دارم. اشتباهات در خط دفاع بسیار بود. سر این مسئله ها اندیشه میکنیم تا آغاز جام آسیا وقتی کم مانده است. ما جمع آمد تعلیمی و تمرینی را من بعد در شهر خوجند میگذرانیم. به اطلاع انور میرزویف رهبری دپارتمنتی کودکان و نورسانی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته منتخب جوانان کشور اصلا به قسم نهایی قهرمانی آسیا که از 13 تا 30 اکتبر سال جاری در بحرین دایر خواهد شد آمادگی می‌بیند. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه د با دسته‌های ازبکستان، چین و استرالیا رقابت می‌کند. باوری دارم که دسته ما در مسابقاتی که نزدیک در جام کاف شده می‌گذارند در شهر تاشکند که از 3 بازی عبارت است، آنجا خوبتر برآمد می‌کنم و با یگان با غلبه دوچار می‌شوم، غلبه می‌کنم و بود نشان میده که فوتبال ما در سطح خوب جایگیر شده است. فوتبالبازان جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی در تاشکند در گروه ب 6 آگوست با منتخب جوانان ترکمنستان و 7 آگوست با تیم جوانان ایران بازی میکنند. به گروه ا دسته‌های منتخب جوانان ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان شاملند. غالبان گروه‌ها در بازی نهایی شرکت می‌ورزند. دسته‌هایی که جای‌های دوم را می‌گیرند برای جای سوم مبارزه می‌برند.